سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به ولاگ دیگه ما. امید که جور صحتمند سرحال باشین و لباس سفید بر تنتان باشه. دیگه ما امروز پلان داریم که بخیر بریم طرف شمالی به سوی قلعه مرادبیک در شکردره کابل موقعیت داره. پس بریم که آماده شیم و بریم به سوی دوستا چون منتظر هستن. دوستان عزیز، دیگه ما برآمدیم و میریم طرف صمیم جان مخیر ببینیم که او دوست ما چی کرده. دیگه ما جویا صاحب زنگ زدم دیگه تایم باید حرکت میکرد و بچه ها را جمع میکرد چون خودش چکر اثر کردم و قوض. دوستان عزیز، حال رسیدیم دیگه چلستون. اینجا هم باغ چلستون شما میتونید میبینین. دیگه میریم طرف قلعه غیبی پیش صمیم جان. بله دوستان عزیز و گرانقدر آریقدر، دیگه من زنگ زدم جویا صاحبم، دیگه اونا حرکت کردن و من پیش صمیم جان رسیدم. دیگه منتظر هستم موتر بکشه به که بریم. دیگه اولین بار است که جویا صاحب قدر وقت تیار شده نظر نشه. دیگه بازم با ما باشین و بازم سلام دوستان عزیز و بالاخره رسیدن بچه ها. با ما باشین با سفر به شمالی. عزیز بازم خوش آمدین به بلاگ ما. دیگه ما با خیر در چاره برکی رسیدیم و میریم طرف شمالی. دیگه از اینجا طرف شکردره. دوستان عزیز میدونید که این از نماهای زیبای وطن ماست. جاهای دیدنی داره این وطن ما. باران خان کار کرده، کار نکن لطفا، یا مقصد مفتل حالا دیافلاگ مفته در ابتدا کار کرده نکنه که بیننده ها راسته که خفن اساس. باران سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به ولاگ ما سفر به شمالی. و ما رسیدیم به خیر به جایی که باید می آمدیم، یعنی قلعه مرادبیک که اینجا در شکردره کابل موقعیت داره که یک باغ یک از دوستای نزدیک ما هست و رفتیم داخل. حالا همونطور یک دیدن کردیم و دوباره برآمدیم تا به شما عزیزانم نشان بدیم طبیعتش، زیباییش، درخت‌های پر از میوه‌شه. و من هم می‌بینید به زور بچه‌ها اینجا بالا کردن که عکاسی و اینا کنن و من خواستم که ولاگ ما از این قسمت شروع کنم. با ما باشین. با دوستان عزیز، حالا با هم میریم داخل باغ و با دوستای دیگر ما هم آشنا میشیم. و حالا دوستان عزیز آمدیم پیش از این دوستای ما ببینیم کی مشغول چی کار است، چی میکنن. اینقدر دیر ما رفته بودیم بیرون و دیگه و حالا آمدیم پیش رشاد جان. سلام علیکم رشاد عزیز. علیکم السلام باران جان قند. خوب هستین صحتمند؟ شکر الحمدلله. ما بسیار امروز دیگه خوشحال هستیم که ترا با خود داریم. امروز بسیار غذای مزه‌دار پخته کردی. بله امروز تصمیم دارم برای شما یک کره مرغ درست کنم. بسیار خوب بسیار خوب. پیش از این در کدام جای دیگه جور کرده بودی یا نه رشاد جان؟ یا اولین بار تصمیم خواهی که دیگه دمینجا هنرت به نمایش بکشی؟ نه پیش از این درست کردیم با اقبال جان قند، یک جای چکر رفته بودیم همونجا درست کردیم. بشک دیگه بعد از این بخیر دوستا با ما باشین. با اقبال جان هم یک مصاحبه میگیریم، یک قسم نمیمونیمش. حالا آمدیم پیش دوست عزیز دیگه ما عبدالله جان قند که مصروف عکاسی است. سلام باران جان، خوب هستین انشالله؟ شکر بخیر باشین. بازم بسیار خرسند هستیم که شما و عزیزان در جمع همراه خود داریم. عمران جان از خود تستی، خودت مشغول چی کار بودی، چی میکردی؟ در نخست خود تشکر باران جان. ما همراه دوستا آمدیم دیگه. ما بعضا عکاسی میکنم دیگه، رشاد جان مصروف دیگ پختن است، بعضا همراه اقبال جان و عمران جان عکس میگیریم. فضا سرسبز است. اینجا خوشتان آمد این باغی طبیعت چطور است؟ چی نظر دارین درباره این طبیعت و این چکر ما؟ 100% به خاطر که
یک فضای کاملا سرسبز آمدیم و بعضا انسان ها نیاز داره به تفریح کردن و یک جای سرسبز و میخواد فضا یک روحی تازه میده بر انسان. بدون شک دوستان عزیز که طبیعت 100% سر روحیه و فکر و ذهن انسان تاثیر خود داره. و حالا من پیش عمران جان دوست عزیز ما که از دوست چندین ساله من گفتم میشه. سلام عمران جان. سلام باران جان، خوب هستین؟ شکر بخیر باشین. فامیل محترم خوب هستن؟ شکر فضل خدا، شما خوب هستین؟ شکر بخیر باشین. چی نظر دارین درباره چکه و دیگ پختن رشاد جان که قسم دیگ پختن میکنه و 1 ساعت 30 تا تکه در رئیس؟ دیگ پختنشان خب بیشک مزه‌دار بود چون تجربه بیشتر دارند، خوردیم دست پختشان زیاد. دیگه درباره طبیعت خوب است انسان موجود اجتماعی از ضرورت داره بعد پالی کار یگان چکر جای بره. خوب است بسیار خوبی. خو یک گپ معلوم دار است که آدم با دوست هم نشین خو 100% در دنیا نیاز می داشته باشه. دیگه شما با دوستایتون به قسم جایا بیاین و خوش بگذرانین چون دنیا 2 روز از دوستان عزیز. دیگه با ما باشین و از دیدنی های دیگه هم از این ولاگ ما لذت ببرین و باش که ما آج اقبالم پیدا کنم میرم پیش آج اقبالم یک مصاحبه هم رایش میکنیم. و دوستان عزیز اقبال جانم پیدا کردیم آخر اینجا البولو میخورد بقى سختی یافتیم ناجوان اشته تنها البولو میخوره ما و شما رو دوستان عزیز. خب سلام اقبال جان. و علیکم سلام. خوب هستین صحتمند؟ چی نظر دارین و چی گفتنی دارین به بیننده ها از طبیعت و زیبا اینجا بگوین از چکر با دوستان؟ طبیعت خودراستی زیباست که یک باغ بسیار مقبول از طرف شکردره. دیگه آمدیم با دوستا، با خودت باران جان، با عمر جان، با رشاد جان، با جمع دوستا. خوب بسیار خوب. چطور از خوش آمد طبیعت زیبا و اینجا؟ بسیار خوش آمده و یکی از غذاهای لذیذ دستپخت رشاد جان هم میخوریم بخیر. اونموجه دیگه آمادگی داره بخیر. خوب بسیار خوب. ببینید دوستان عزیز که رشاد جان چقدر دستپخت شالی است که هر کسی که میگیم تعریف کرده میرن. دیگه بازم ببینیم که چی پخته میکنه و آخر چی جور میشه زو. و دوستان عزیز عمر جان جویا دوست گرامی ما پسر خاله نازنینم. سلام عمر جان. سلام دوستان عزیز گرانقدر. خوب هستین؟ بخیر سلامت هستین؟ خدا کنه دیگه برنامه فلاگینگ برای فام پیش از این اندازه یا بعد از حتما یا دیده می باشین یا باز می بینین بخیر. یک برنامه فلاگ ایرات هم سپری کردیم چند وقت پیش دیگه. بسیار باران خان میگفت که باغ برید باغ دیگه. بالاخره آمدیم به شکردره قلعه مراد بیگ. بسیار یک باغ دیدنی و زیباست. درختای بسیار میوه زیبا پرمزه را داره دیگه. شفتالوست و آلو بالو و می چیزا هست دیگه. دوستام که هست در پشت کمره بسیار آرام میشینن، طبیعی نمیشینن که یگان او مذاقای پشت سرشان هم کاش که ما بتانیم بگیریم براتان. خوینا با دولت از اون میگن میشرمون، میگن اون را به نشه نرسانین دیگه. نام خدا کلشان بسیار بچهای شوخ و همه طور پر از انرژی و مذاقیستن. ساعت ما همیشه همراهشان تیر بوده. اقبال جان عزیز است، رشاد جان استک دیگه، مشعل جان عزیز و عبدالله جان عزیز همشان بسیار عزیز هستن و بچهای دیگه تاق هستن که امروز همینجا آمدیم در این باغ هستیم دیگه ما اینجا ماندیم تو گرم هم از دوستا جرارتش به من نزدیک میرسن دیگه. خورمه مرغ است دیگه. مسئله رشاد جانم که باید گفت بدانید که من از طریق اقبال جان آشنا شدم امروز دیگه. رشاد جان کسی یک چند وقت میشه که از ایران آمده. چطور بود ایران؟ ایران والله خوب بود. آب هوای متوسط داشت. اینجا بچه ها کم دارم خندهشان گرفت خواه چون که نام خدا رشاد جان لهجه ایرانی رو شروع کرد در باید گپای خود بسیار خوبش. 15 سال در ایران بوده چرا زود لهجهش تغییر کرد؟ چی؟ 15 سال در تهران بوده یعنی؟ بله تهران سمت شمال همین جایا. دیگه چی گپا بوده از مسائل یعنی همه وقت که بودی دیگه مسائلش یکم یاد کن. والله کاروبار چطور است؟ کاروبار توی ایران بیشتره. توی هر شهر و همه جا که بری لاوا پسترها بنده برای کار. همه جاش کاره. اما باز موضوع پولیش چطور میشه؟ بسیار موضوع پولی بعضیاش خوبه سر وقت میتن برج که بود هسته. چقدر میتن اوسطش برم؟ اوسطش از 6 میلیون الی 10 میلیون. تومانه؟ بله همینجوریه.
و چطور است یک نفر یعنی مجرد باشه میچرانه کسی فامیل یه نفر اگر مجرد باشه اگر بخواه حتی میتونه با افغانستان هم بفرسته. یعنی جمع کنه پس انداز کنه. بله. چی خوراک کنه ناری مثلا؟ خب اگر مسئله خوراک آمد مقدار 3 میلیون که برای خود بگیره همه چی اونجا میشه. 3 میلیون؟ بله. دوستای رشکندی ها میگن زن مذاق هست بین بچه ها دوستای ایزا بسیار خوب است. پس محیط ایران هم محیطی بوده که امروزه همیشه مرزایش بسیاری اوقات باز مانده و مردم های ما زیاد رفته ایزا خیلی افغان های ما رفته و واقعا همسایه بسیار عزیز ماست. خب رشاد جان ما شنیدیم که برج آزادی که هست بسیار یک جای دیدنی است. والله یه بار اونجا رفتم با دوستانم خیلی جای قشنگی است. خوبه. از اسکای دایوینگش یک دایو نکردی؟ نه. بسیار اون شهرت پیدا کرده. نه من از اینجوری کارا اصلا دوست ندارم. بیا خدا مهربان است بخیر کشور ما هم یک اسکای دایوینگ جور کنیم که یک تعداد بسیار علاقمند خاص است به این بخش که خدا برن از بلندی پرتن از کده هم لذت میبرن هم یک سیل و سرگرمی است دیگه. موضوع چیزی که گفتی برج آزادی و مقصد متوجه باشی که 100 جای ایران به وطن ما نمیرسه دوستا. اینمی باغ چیزی هست که باور کنین باشین یک طبیعت بسیار سرسبز است آرام کننده است که بیاین لذت خاص داره است. باز برای ما وطن ما برای ایرانی‌ها دیگه برج آزادی رو تو ایرانی نیستی باران جان. بدون شک هر چه خپل وطن کشمیر ده. یعنی هر جای که باشه کشور خود آدم نمیشه. دیگه دوستای بچه‌ها کلشون می‌بینی بسیار چوب هستن مخاطر که کم انرژی شدن. امیال اقبال جان ببینه که یک چرت رفته بگه چی وقت نان آماده میشه. امیال بسیار جالب 6 تا دوست. خان من میگم که بخیر بعد از نان همین فیلم‌ها رو بگی که بچه‌ها کم انرژی داشته باشن گپ بزنن. بعد از نان بخیر باش که گفتن که بخیر یعنی قسم میشن که ما را سورپرایز میکنن یعنی قدر با انرژی و قدر سوتری و دیگه ببینیم که دوستان با ما باشن ببینن که بچا چی میکنن. اصلا دیگه خیر دوستا می شادی بازی بند نگاه دیوالا رو میگم شادی بازی نکو دیگه خیره دیگه هر رقم سرگرمی بخیر ان شاء الله میکنیم دیگه. دوستان عزیز دیگه ببینین که دیگم دیگه به نظرم کار کرده 1 ساعت شد باش رو میشه ننداختیم تا بالا چیره نکشیده دوستان. دیگه این پیاز شو مونده. میره رشاد جان خیلی ببینه توته کرده بسیاریش آماده کرد و در پالی از او سمیم جان هم بسیار همکاری کرده. دوست عزیز ما شاید در کمره نامده باشه ولی بسیار عزیز است و مهربان است و همین مکانم گفتم براتون یاد کردم که خودش جور کرده و بر ما همین باغ تا ای که سهولت ایجاد شد آمدیم بخیر. دیگه زنده و سلامت باشین دیگه دوستا باشین با ما بیننده باشین. باران خان گفتم گنگه است نه دیگه جویا صاحب ما به خاطر از اینکه خودت بر ما خیلی عزیز هستی نمیخوایم که در بین گپای گفتی رشاد جان بپریم و مزاحمت شویم. حرمت شما بجاست خیر ببینین ما ساجد خوش میکنم. دوستا گفته جویا صاحب کلشون به انرژی شدن و کم انرژی. بله ما هم میگیم ما منتظر دستپخت رشاد جان هستیم. رشاد جان عزیز دستپخت لذیذش آقای رشاد است. نه واقعا یک دستپخت لذیذ مزدار داره. رشاد جان خیر ببینی از معلومات. در ایران هم در ملک مسافری هم حتما زیاد آشپزی کرده که قدر باشه. دوستان عزیز ما با عبدالله جان آمدیم که دایی پلاستیک آلوبالو بچینم بیشتر هم چینده بودیم آمدیم ده. ببخشید که آدم رفت که ولاگ بگیرم چون کمی خسته بودیم خستگی را دیگه. با ما باشین. سلام دوستای عزیز ما عبدالله هستم همراه باران جان آمدیم میخوای آلوبالو بچینه. چطور است آلوبالو باران جان پخته شده؟ والا پخته شدن بسیار خوب پخته شده دیگه. یکی طور است که آدم این تصمیم گرفتن نمیتونه کدامش زودتر بکنه دیگه. ما مشغول کندن آلوبالو هستیم دیگه. نوش جانشان میبریم میخورن کنده برو نفس ببرن. فکر کنم دایی چکر زیادتر سر خودت ظلم شده به خاطر که این بار چندم است که خودت را روان میکنن. حالا چی کنیم دوستا هستن دیگه. عبدالله جان خدمتاشان نکنیم باز خفه میشن. دقیقاً نه تنها سر ما قدر بار نبوده بار سنگینی سر همه بوده بخصوص رشاد جان که آشپزیم روز در گردن گرفته دیگه. آفرینش صبح هم که میرسید مشغول غذا پختن شد و ما خو
اومدیم یک چکر خودم زدیم که گشت گذار کردیم بیچاره دیگه از اون وقت که آمده همونجا هست تا فعلا. و چی خوب است که هر انسان بعضا به تفریح بیایه و همه قسم یک شروع یا از فضای سرسبز لذت ببرن. بدون شک بخصوص در کشوری که یا در این زمانه که زیادتر جوانای ما شما مشغول زندگی هستن و استرس زندگی را دارن، درگیری های خود دارن و هزاران گپ دیگه است و بازم ما بسیار خوشبخت هستیم که در کشور خود اتو جای دیدنی و اتو دوستا و عزیزان را داریم که به اندازه مهربان، ساتر و کسایی هستن که هیچ آدم غمگین نمی باشه، همیشه خوش و شاد می باشن و چی خوب است که هر از گاه جوانای مثل ما و کسایی که ما را میبینن، تمام جوانای کشور ما هر از گاه بیاین همراه دوستای خود به قسم جایا و به قسم جای دیدنی لذت ببرن، خوش بگذرانن. دنیا دو روز است، باید خوش بگذرانن بدون شک دل بیغم نیست. و دوستای عزیز، پیش ازی که ما بیایم اینجا به تفریح، خود باران جانم کمه جیگرخون بود ولی فضای سرسبز و محیط بسیار زیبا روحی باران جان کاملا تغییر داد و حال نام خدا میبینین که تو خوش سر حال است. قربانت عبدالله جان. من پیشم یاد کردم گفتم که در یک ثانیه ولاگم بود گفتم که محیط و طبیعت و دوستا و چهار اطراف ماحول انسان سر روحی انسان، سر افکار و سر تمام زندگی انسان تاثیر خود بالقطع داره. این دوستان عزیز رشاد جان عزیز هم این آمده میخواست پت از ما بکند، اولو بولو جمع کند و قسمی که شما میبینین دوستان عزیز از اون قسمت که میاین نفر هیچ معلوم نمیشه. یک چکر عبدالله جان اون طرف اون بگی ما رشاد جان رو ندیده بودیم، رشاد جان ما رو ندیده بود، آهنگ پلی کرده و آمده و پت از همه طبیعت کرده و لذت برده و بولو جمع میکنه. دیگه دوستان عزیز آمدیم بازم با کلبه دیگه میبینید دیگه ما آمدیم اولبولا رو جمع کردیم. اولبولا رو ششتین؟ نه اونجا چیز کرده میرد دیگه جویا صاحب عبدالله جان قسم که شما ایدین میره که اولبولا رو بخیر بشه و بیاره که بخوره. دوستان عزیز ترکاری سلات و عبدالله جان که قاشق نیافت ابرای کارت خورده میره متوجه باش که اوگار نکنه. میره سلات است که مازندرانی گفته رشاد جان آماده کرده و اقبال جان آمده است که دوزاش خراب است امرای گلاس خورده. و رشاد جان پیش ازی که نمک بندازد 7 دفعه دستای خود با صابون چشتن. صابون شاری دستای و دوستای بابا چه استخوانایش هم میگیری؟ بالاخره عمران جان سیر کرد فاینالی و بالاخره با روزای خود رسیدن. پرک شد نامدی باران خان عزیز آمده بالاخره به این قسمت پرک شد نامدی گل چشمای من. دوستا همگی اینجا آمدن به عکاسی و فیلمبرداری دیگه. او بیادر ما کس عکس گل نمیگیره، اصلا عکس خودش هم میگیره. حبیبی میخوام یکی از نشان بده که با عکاس هستم که نه خوبش میاد، بسیار مقبول است. دیگه دوستان عزیز دیگه آمدیم بعد از اینکه نان تمام کردیم بخیر دوستا گل چی میگه؟ ای گل ای استایل چی گپ است؟ دیگه برآمدیم خودت هم عکاسی کردی؟ بله ما عکسای خود گرفتیم ان شاء الله پست میکنیم دور یک ریلز واره به دوستان نشان میدیم. باز دیگه گل هم کندم هم تا خوش آمد چون خیلی زیبا بود، خیلی یک نقش نگار زیبا داشت. گل دوست است. باغی که بودیم برآمدیم و حالا میریم طرف توت تکاندن. دوستان عزیز رسیدیم به باغ دیگه او دوست ما را که میبینید بالا شده و توت میتکنه و در این جوری جمع میشه دیگه این رقم است که توت جمع آوری میکنن.
و این از دوستان عزیز تو جمع شده ما. این قسم بود که تو جمع شد دوستان عزیز. دیگه از باغ بر آمدیم میریم طرف موتر. دوستان عزیز ما از باغ بر آمدیم و بخیر رونده هستیم طرف شار بخیر. دیگه بر آمدیم دوستان عزیز طرف خونه بخیر رونده شده با طرف شار. دیگه ما و جیغ بالا از طرف هم دمی سیده پیش سر شده بودیم. حالا نگاه کی سر عبدالله معلومه خود دلشش کار زدیم نماندیم. و این هم بود دوستان عزیز سفر به شکردره کابل. امید که تا این دم لذت برده باشین و از ولاگ ما خوشتان آمده باشه. و ها دوستان عزیز لایک کامنت و سابسکرایب یادتان نره. وقتتان خوش. الله نگهدار.